مسلم میدونم که تعداد بسیاری از شما مثل من در گذشته فرصت‌ها و موقعیت‌های خوبی در دست دادید. به خصوص فرصت‌های خوب مالی رو. خب شاید به خاطر عدم اطمینان به اون فرصت بوده و یا اینکه افکار و سخنان منفی اطرافیون متاسفانه باعث شده که ما از اون فرصت‌ها به نحو احسن استفاده نکنیم و از اون عبور کنیم. بعدش هم نشستیم قصه خوردیم و پشیمان شدیم. ولی خب قصه خوردن، پشیمان شدن دردی از من شما دوا نمیکنه و ما رو به اون فرصت‌های گذشته بر نمیگردونه. اینجاست که از خودمون میپرسیم که خب چه باید کرد؟ چاره چیه؟ من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم همین ما این که از این به بعد از اون فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که در پیش روی ما قرار میگیره به راحتی عبور نکنیم، بلکه وارد اون موقعیت بشیم، در موردش بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، شاید همون فرصتی باشه که بتونه گذشته ما رو جبران کنه و آینده مالی ما رو تأمین بکنه. من خودم از این فرصت استثنایی واقعا استفاده کردم و برای خودم یک بیزینس آنلاین رو شروع کردم که هم قانونی است، هم بین‌المللی است، هم واقعا مدرن و پیشرفته که به طور سیستماتیک میتونه برای ما درآمد داشته باشه. دوستانی که دانشجو هستید و دوست دارید که درآمدی داشته باشید و فرصت ندارید که از بیرون کار کنید، میتونید از این فرصت خوب استفاده کنید. همچنین عزیزانی که دارید کار آفلاین میکنید یا بیزینس خودتون دارید، میتونید در کنار کار خودتون یک درآمد جانبی بسیار عالی داشته باشید. توصیه من به مادرانی است که دوست دارن در کنار خانواده باشند، وقتی سر کار میرن نگران بچه ها هستند. واقعا توصیه میکنم که با شروع این بیزینس همه این نگرانی ها رو از خودتون دور کنید، در کنار فرزندانتون باشید، بزرگ شدن اونها رو ببینید و بتونید در کنارشون یک بیزینس خوبی رو مدیریت بکنید و کسب درآمد عالی داشته باشید. توصیه میکنم به شما خانم و عزیزی که مثل من در حال حاضر دارید دوران بازنشستگی رو در منزل سپری میکنید. واقعا فرصت خیلی خوب و مناسبیه که بتونید در کنار اون دریافته بازنشستگیتون شاید چند برابر اون رو از این طریق کسب درآمد بکنید. این فرصت خوبی است، واقعا توصیه میکنم که از دست ندید. و یا همچنین برای عزیزانی که تازه مهاجرت کردید به اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و یا ترکیه، حتما قبل از اینکه بخواید برید وارد دنیای کار خارج از خونه بشید و به صورت آفلاین کار کنید، این موقعیت رو بررسی کنید. چون مطمئن هستم که مثل من که درگیر شدم، شما وقتی در بیرون کار میکنید مسلما تا به خودتون بیاید 10 سال گذشته. بعد از 10 سال میبینید که با هم حقوق ثابت آخر ماه که میشه با 1000 تا کسری بودجه مواجه میشید که مسلم میدونم که زندگی شما رو مختل میکنه. اما با شروع این بیزینس از اون اول میتونید برای خودتون درآمد داشته باشید، میتونید خودتون بیزینس رو مدیریت بکنید، رئیس خودتون باشید و هر چقدر که فکر شما به شما اجازه میده برای خودتون درآمدزایی کنید. همونطور که گفتم این بیزینس کاملا قانونیه. بابتش باید در هر کشوری که هستید، البته بغیر از ایران و افغانستان، به اون دولت مالیات پرداخت بکنید. پس یکی از شرایط وارد شدن به این بیزینس این هستش که باید حتما در اون کشور شما اجازه کار رو دریافت کرده باشید. همچنین این بیزینس یک بازنشستگی زودرس داره که بعد از 5 سال یا 7 سال میتونید بازنشسته بشید و درآمد خوبی رو هر ماه ثابت دریافت بکنید. از خوبی های دیگر این بیزینس اینه که این بیزینس قابل انتقال به اعضای خانواده است. من فکر نمی‌کنم هیچ بیزینسی به شما در البته شباهت بیزینس آنلاین رو میکنم، مارکتینگ رو میکنم، به شما هم بازنشستگی ثابت بده، همین که بتونید به اعضای خانواده انتقال بدید. حسن بسیار خوبی داره که البته فرصت نیست، ولی خب اگر شما دوست داشته باشید که واقعا از این فرصت استفاده کنید، همونطور که گفتم مثل گذشته ازش نگذرید، امتحان بکنید، هیچ ضرری نداره، هیچ چیزی رو از دست نمیدید. مطمئن باشید. با من اسد تماس بگیرید. من اسد هستم. میتونید از طریق فیسبوک من یا این که از طریق وبسایت من که لینکش در زیر گذاشتم با من تماس بگیرید، اسم و ایمیلتون رو برای من بفرستید
من برای شما یک وبینار 90 دقیقه‌ای رو به صورت رایگان میفرستم و بررسی اون شما میتونید با کمپانی مادر، افرادی که در این کار رابطه دارن کار میکنن موفق هستن آشنا بشید. در مرحله بعدی میشونید وارد یک دوره آموزشی بشید که کل مراحل رو در اون مرحله آموزش میبینید و یاد میگیرید. ما توسط یک منتور و یک مربی فارسی زبان همه مراحل با شما هستیم، به شما آموزش میدیم. نگران هیچ گونه نداشتن زبان انگلیسی، ندونستن زبان انگلیسی و یا اینکه مراحلی دیگه ندونستن فنون مارکتینگ نباشید. در کنار شما هستیم. مطمئن باشید که شما مثل من و دیگران میتونید از عهده‌اش بر بیاد. همه ما میتونیم همه کار بکنیم. یک اعتماد به نفس میخواد و اینکه خودتون رو وارد اون کار بکنید. اگر بخواد کنار بشینید مطمئن هستم که هیچ وقت نمیتونید هیچ کاری انجام بدید. از فرصت ها استفاده کنید. آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک شما. امیدوارم که هر چه زودتر شما رو به عنوان همکاران خوبم در کنار خودم و سایر همکارانم ببینم. خدا نگهدار.